در نشست اضطراری ناتو روز 28 ایول در بروسل اعضای این پیمان نظامی با رأی آرا پشتیبانی خود را از ترکیه در امر مبارزه با جنگیان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق بیان کردند. این نشست برای ارزیابی خطرات این گروه جنگی دعوت شد و تمام 28 سفیر کشورهای عضو ناتو به این خلاصه آمدند که امنیت کشورهای همپیمان یک امر ضروری است. این زمان نیروهای انکره بر ضد هدفهای جدایی خواهان کرد، مشخصاً طرفداران حزب کارگر کردستان معروف با PKK جنگ میکنند و این هم در حالی است که گروه‌های دیگری نیمه نظامی کردی در جبهه اصلی مبارزه با دولت اسلامی قرار دارند. همین بخشی مسئله هم مورد نگرانی رهبران کرد که 10 سالها باز در فکر تأسیس یک کشور خود در این قلمروها می باشند قرار گرفت. آنها میگویند با وجودی در فهرست گروه‌های تروریستی از شامل کردن PKK واشنگتن شبه نظامیان دیگری کرد را در مبارزه با داعش پشتیبانی میکند. در این باره و دیگر مسائل با مرداس آقا معاون مدیر اجرایی رادیوی آزادی در شهر پراگ صحبت میکنیم. آقای مرداس سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. بگویید که در همین دو جبهه ضد PKK کردها و هم ضد داعش مبارزه بردن ترکیه تا کجا منطق دارد؟ منطقش در کجا است و آیا خود نیروی ترک ها را همین چیز که در دو جبهه می جنگد کم نمی کند؟ نه، به نظر من کم نمی کند. ترکیه یکی از قوی ترین ارتش های دنیا را دارد. 4مین یا 5مین ارتش دنیا هست. ولی موضوع اینه که بین حزب کارگر کرد و ترکیه آتش بس وجود داشت در 1.5 سال گذشته و این آتش بس این اواخر از هم پاشید و ترکیه حملات خود به پایگاه‌های کردها در عراق را به این نحو توجیه می کند که اونها حمله کردند و چند نفر از اعضای پلیس و نیروهای مسلح ترکیه را کشتند. اکثر دولت‌های غربی هم هنوز PKK یا حزب کارگر کرد را تروریست می‌دونند و البته نمیتونند انتقاد کنند از ترکیه. ترکیه به عنوان دفاع از خود این حملات را انجام میده. نگرانی این است که این عملیات ترکیه به انجامد به دخالت ترکیه در سوریه. اگر چنین اتفاقی افتاد، ترکیه با کردهای سوریه مطمئناً درگیر خواهد شد و این موضوع پیچیده‌ای هست، چون کردهای سوریه همچنان که می‌دانید از سال گذشته وقتی حکومت اسلامی، گروه حکومت اسلامی به کوبانی حمله کرد، این کردهای سوریه از آمریکا کمک گرفتند و به طور غیر رسمی می توانیم بگیم متحدین ایالات متحده هستند در جنگ ضد گروه حکومت اسلامی. و اگر نقشه ترکیه این هست که نیرو وارد سوریه بکند در سرانجام و حضور نیروهای کرد را خنثی کند، این به مشکلات و به درگیری می انجامد. بله، پس باید این تحولات رو با توجه دیگر مشاهده کنیم. یک سوال دیگری که مربوط به همین گروه دولت اسلامی است، کمی از موضوع کردها دورتر می رویم. در مطبوعات تاجیکستان و دیگر کشورهای سابق شوروی وقت راجع به گروه دولت اسلامی می نویسند، در گذشته بیشتر می نویسند که به هیئت طرفداران یا اعضای گروه دولت اسلامی بیشتر آن نفران یا مشخصا مهاجران می پیوندند که سواد کمی دینی دارند یا سواد حتی کمی دنیوی هم دارند، ولی اخیراً خبرهای زیاد درباره آن پخش می شود که به اصطلاح متخصصان، زباندان ها، کامپیوتردان ها به هیئت این گروه جلب میشن. آیا هیچ تحقیقات به چشم شما در مثلا در مطبوعات غربی نرسیده است در این زمینه و هدف های آنها چی بوده میتواند؟ تحقیقات بسیاری هست. البته گروه حکومت اسلامی در هر مکان جهان و با استفاده از هر فرصت مناسب دست به جذب نیروهای جوان جدید می کند. در غرب، حتی در آمریکای شمالی و در آسیای مرکزی، همه جا. نمیشه گفت که یک قانون کلی وجود داره که بی سوادان جذب حکومت اسلامی می شوند یا متخصصین. ولی میشه گفت که اکثر نیروهای جدید از کشورهای عربی
مثل عراق، سوریه و کشورهای آفریقای شمالی تا حدی کم سوادتر هستند. جوانان بی تجربه، کم سواد، جوانانی که زیاد امید به رسیدن به هدفی در زندگی نیستند، کار ندارند، شغل ندارند. در مقابل اکثر نیروهای جدید که از اروپای غربی و از کشورهای دیگر جذب حکومت اسلامی می شوند، خیلی ها بسیار باسوادند. پس نمیشه گفت که فقط بی سوادها یا با سوادها جذب حکومت اسلامی می شوند. ولی یک قانون کلی هست که از غرب بیشتر اونهایی که زبان بلدند، کامپیوتر یا اینترنت یا یه تخصصی دارند، چرا از اونها بسیار جذب گروه حکومت اسلامی می شوند. و هدفی اونها هم از استفاده این متخصصان به نظر شما چی بوده میتواند؟ خب اونها در برنامه ریزی در استفاده از این نیروها بسیار خبره هستند، بسیار زرنگ هستند و کارهای مناسب را خوب به نیروهای مختلف وظیفه میدند. موضوع این است که این نیروهای جوانان مسلمان از اروپای غربی چرا جذب حکومت اسلامی می شوند؟ درسته در اروپا زندگی می کنند، ولی خیلی هاشون از همان مشکل و دشواری پیدا کردن هدف در زندگی زجر می برند. شاید بتوانند یک کار عادی در اروپای غربی پیدا کنند و شاغل باشند، ولی درباره آینده خودشون گمراه هستند و این یک راه حل خیلی ساده به نظر می رسد. عضو گروه حکومت اسلامی بشیم، به خدا در راه خدا خدمت کنیم و چند ماه طول می کشه تا نماینده های این گروه اسلامی این جوانان را قانع کنند که تمام زوایای دینی این مسئله بسیار ساده است. فقط جهاد. کافی است که شما عضو جهاد بشید، یک جهاد خیلی ساده که ما برای شما تعریف میکنیم. بله. و شما در راه خدا خدمت میکنید و بهشت میروید. تشکر. همصحبت ما مرداس آقا، معاون مدیر اجرایی رادیوی آزادی بودند.